امروز تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس شورای امنیت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جلسه شورای امنیت کشور برگزار گردید. در کار جلسه اعضای دائمی و اعضای شورای امنیت، کارمندان دستگاه شورای امنیت، راهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات اشتراک نمودند. در جلسه وضع تامین امن و ثبات، ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، مبارزه بر ضد جنایتکاری و تحکیم قدرت دفاعی دولت بررسی شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئولین دایر به تامین امنیت ملی، ولایت قانون، آمادگی دائمی قواهای مسلح کشور، مبارزه با جنایتکاری و پیشگیری از هر گونه حادثه‌های ناخوش سپارش‌های مشخص دادند. تاکید گردید که با بلند برداشتن سویه دانش متخصصان، از خود نمودن تکنیک و تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر و استفاده ذهن صنعی توجه جدی ظاهر کرده شود. دستور سپارش‌ها وابسته به پیشگیری از جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی، معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور و قاچاق آن، جنایت‌های متشکل فراملی و مبارزه با آنها داده شد. عاید به مسئله‌های در جلسه شورای امنیت محاکمه شده، قرارهای داخلدار قبول گردید.